بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. همونطوری که قرآن کریم ظاهر داره و باطن داره و باطنش هم باطن داره، تا 7 بطن یا 70 بطن. واقعی کربلا همینطوره، یه ظاهر داره همین که شما دیدید و شنیدید، اما چند تا باطن داره که بهش میگن سر. نمیشه ما سالهای سال از امام حسین سخن بگیم، اشک بریزیم، سینه بزنیم، اما دنبال باطن واقعی کربلا نباشیم. من برای که بتونم این مطلب رو تو این شب شام غریبان جا بیاندازم، یک مثالی براتون ذکر میکنم، چون مثال قرآن زیاد داره، برای نزدیک کردن به ذهن خیلی مهمه. ببینید، فرض بفرمایید یک آقایی هست خیلی مشتاق یه سخنرانی گوش بده. یکی از سخنرانان معروف اومده سخنرانی داره میکنه، این مشتاق هست گوش بده 20 شب، اما 3 شب اول یا 4 شب مسافرت بود، نرسید. شب 4 اومد به این خطیب میگه که خطیب، میشه خلاصه کنی برای من اون 4 شب اول که من با شما هستم، مطمئن باش 20 شب من جلو منبر میشینم. 4 شب کم شده، این 16 شب دیگه من حتما هستم. اینم خطیبه میره رو منبر میگه مردم، این آقایی که اینجا نشسته خیلی مشتاق این بحث رو گوش بده و چون میخواد ادامه بده، من اجازه بدید امشب یه 10 دقیقه این بحثای 4 شب قبل که براتون توضیح دادم دوباره توضیح بدم. اجازه بده. شما اجازه میگیره از مردم، بعد اون چی که توی 4 شب گفته توضیح میده برای این. تمام؟ حالا از این به بعد این آقا دیگه ادامه میده باش. این مثال تو ذهن بسپار. میخوام بحث رو ساده کنم، نمیخوام اصطلاحات به کار ببرم. ببینید، از زمانی که حضرت آدم هبوط کرد که حق و باطل مشخص شد، تا زمان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و زمان پیغمبر، زمان امام حسن، همه این قضایایی که شد، حق و باطل که انجام گرفت، امام حسین همه این از کی شروع شده؟ از زمان هبوط آدم همه‌ش خلاصه کرد در 34 روز. چرا گفتن 34 روز؟ از روزی که از مکه بیرون رفت، روز 8 ذوالحجه بود، تا امروز که روز عاشوراست جمعش کرد. نه، یه چیز دیگه بگم، نه فقط اونا رو جمع کرد. از عجایب معجزه کربلا اینه، حتی بعد، مثلا بعد چی میشه؟ تا آخر زمان. آخر زمان میگن فتنه ها زیاد میشه، کشت و کشتار میشه، انواع جرائم انجام میگیره، اینم آوردش باش، اینم خلاصه کرد. پس امام حسین چه کار کرد؟ از روز هبوط آدم تا آخر زمانی که نیامده داره میاد، همه رو توی 34 روز چیکار کرد؟
خلاصه کرد خیلی عجیبه ها. لذا شد وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی. میگی چرا گفتی آخر زمان؟ میگم برای که روز عاشورا عصر امروز همه جرائمی که تو آخر زمان به ناس رخ بده خلاصش امروز بوده. از نهب و از اهانت و از تحقیر و از کشتن و اینا انجام میخواد بگیره، فشرده تو یک فایل فشرده امام حسین اینو انجامش داد تا آخر زمان ها، قبل از ظهور. باز فکرش کردن شما دوباره فکر کنید از زمان حبوط آدم مشکلاتی که رخ داد کامل مجسمش کرد توی 34 روز تو مسیر بعضیاش. لذا تو راه هی آیات انبیا میخونه و خرج منها خائفا یترقب فلما توجه تلقا مدین. اونجا میفرماید که و ما انا متخذ المضلین عضدا. همینطور فشرده کرد این فایل فشرده کرد، جمعش کرد. حالا به ازا این در مقابل آخر زمان که گفتیم عصر عاشورا، یعنی از ظهر تا غروب این کل آخر زمان رو فشرده کرد آورد اینجا. و مردم آخر زمان این جرائم انجام میگیره ها. ببین چی کردن اینا، چطور خبیث بودن. لذا شما که بشمارید مصیبت های امام حسین تعجب میکنید. یعنی هرچی تو ذهنت هست از جرائم اونجا هستش، نه فقط قتل ها، نه نهب و قتل و غارت و خیلی خیلی چیزها، بی‌ادبی، خیلی اصلا هرچی تو فکرت میاد در آخر زمان ابلیس به ناس انجام بده همه توی این فایل جمع شده. درست شد؟ خب عاشورا تمام شد. از امشب اون مثال تو ذهنتون باشه که این خطیب اومد خلاصه کرد 4 روز. بگو از امشب ادامه میدی؟ میگه ادامه میدم. من 4 روز برای من توضیح بده، 16 روز دیگه خودم ادامه میدم. از امشب گفت ادامه بدید. با کی؟ با زینب. پس زینب سلام الله علیها استمرار این ملف فشرده است که میگه دنبال زینب برید، تفصیلش اونجاست. تا کی؟ تا ظهور آقا امام زمان. فکد کیدک وسع سعیک و ناصب جهدک. میاد امام زمان میاد. حالا شما کل واقعه رو به صورت یک پکیج کامل تحویل گرفتید. این واقعی کامل، یک بسته کامل کی دید؟ زینب دید. و ما رأیت الا جمیلا. چقدر قشنگ شد. اگه این نمی بود مردم گیر میکردن، نمیفهمیدن. لذا هر سال این خلاصه باید تکرار بشه. هی تکرار و هی دنبال زینب بریم تا زمانی که آقا ظهور کنه. اینجوری فکر کنید راجع به کربلا. یک بعد منفیش نگاه نکنید، اشتباهه. شما یه تابلو بزرگ که میبینی یه جهتش نگاه نکن، کامل نگاه کن. کامل که نگاه میکنی عجب چقدر زیباست. زینب با اینکه گریه میکنه، اشک میریزه، میدونه همه این مصائب واقع شده، در این حال چون داره میبینه بعد از این چه خواهد شد، لذا میگه ما رأیت الا جمیلا. پس سختی کشید. لذا در دعای ندبه اشاره به این مطلب شده. می گریه بکن. فعل العطاء بمن آل بیت محمد و علی فلیبکل باکون. گریه کنید. و ایاهم فلیندب النادبون ولمثلهم فلتدر الدموع یا تدرف الدموع. گریه کنید، فریاد بزنید. ولیصرخ الصارخون. ولیصرخ این کارو بکنن حتما.
امر غائب قوی تر از امر حاضره. اصرخ داریم ولی یصرخ داریم، این قوی تره. و یعج العاجون و یضج الضجون، بعدش ادامه بده، الان خط ادامه بده. این الحسن، این مال زینبه، از این الحسن مال زینبه، این الحسین مال زینبه. برو تا این بقیت الله التي لا تخلو من العطرة الطاهره. دقیقا دعای ندبه کل حادثه کربلا بخوای نشون بدی تو دعای ندبه نشون بده. اول از انبیا میگه، وارث آدم، وارث نوح، وارث موسی، وارث ابراهیم، همینجور. بعد میگه چیکار کنیم؟ گریه کنید، اشک بریزید، سینه بزنید، ولی ادامه بدید تا متوقف نشید. اگه اینجوری نگاه به کربلا کنیم عالیه. حالا اینجا نکته هست، نگاه باید به چی باشه؟ زیاد اگه بهتون بگم تعجب میکنید. یعنی بیشتر به چی نگاه کنیم؟ میدونی به چی نگاه کنید؟ قمیص الحسین. این قمیص خیلی مهمه. شما همیشه نگاهتون به قمیص باشه. میدونی چرا؟ چون قمیص اشاره است به ملک عظیم محمد و آل محمد. اصلا قمیص یعنی ملک. انی لاجد ریح یوسف یعنی قدرت یوسف، لولا ان تفندون. پس قمیص الحسین خیلی مهمه. در روایت داریم قمیص الحسین، من شنیدم از یکی از بزرگان علما از مراجع، این تو خونه که امام زمان توی زندگی میکنه یا هر جا هست، قمیص الحسین آویزونه، علقه به قول ما آویزونه، نگاش میکنه و دنبال اینه یه روز این قمیص عملی بشه. قمیص نشانه چیه؟ ملکه. نمیگه تقمصها، قمیص اینه. و حضرت زهرا هم قمیص الحسین میاره تو مرحله. پس قمیص الحسین رمز ملک عظیمه. کدام ملک؟ اون ملکی که در آیه اومده ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بعد میگه قد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. ملک عظیم اینه. چون اهل بیت دو تا ملک دارن، یک ملک عظیم دارن در دنیا، یه ملک کبیر دارن در آخرت. شما میدونید این آیه مبارکه لمن الملک اليوم، اون که جواب میده چیه؟ وجه الله و یبقى وجه ربک، علیه، لله الواحد القهار، علیه. اون ملکی که در قیامت دارن اسمش چیه اگه بگید؟ اون ملک کبیره. اونجا میگه چی؟ و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اونجا ملک عظیم بود. پس ملک عظیم مال دولت آقا امام زمانه، ملک کبیر مال کجاست؟ بهشته. تو سوره انسان هم هست وقتی که داره نعمتهای بهش میگه و اذا رأیت ثم بالا رأیت نعیما و ملکا کبیرا. لذا عزیزان نگید عاشورا تمام، تازه شروع شده. این عین الحسن عین الحسین از الان میره جلو. از امروز دیگه فکر اربعینی، شما فکر حرکتی. اربعین مال بخش دومه. پس بخش اولش عاشوراست، همون فشرده، فایل فشرده که گفتیم ها. بخش دومش کجاست؟ اربعینه که امسال انشاءالله شعار اینه که راه قدس از کربلا میگذرد. اگه این انجام بگیره، من خیلی وقته تقریبا 20 سال پیش یا کمتر میگفتم اگر این همه جمعیت، نه زمانی که صدام نابود شد که جمعیت جمع شد، اگر این همه جمعیت بعد از اربعین فقط به طرف قدس حرکت کنن ها، چقدر؟ 10 کیلومتر. اصلا اسرائیل چی میشه دیگه؟ داغون میشه.
به قول شهید مطهری هر کدوم یه سطل آب بریزیم غرقش میکنه. حالا ما داریم این آیه مال همینه ها، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، این باعث انجام بگیره و الا کربلا ناقصه، فایل ناقصه. یک قسمتش شما دیدی، قسمت دوم ندیدی. اگه بخوای زینبی بشی باید بخش دوم روش اهمیت بدی. نگی تموم شد بس کارمون عاشورا تمام، نه، تازه حماسی شدیم. میخوال با چیکار کرد؟ با چیکار کرد؟ الان مشکلی پیش اومده، ما فهمیدیم حبیب کشته شد، مسلم کشته شد، طفل شیرخوار کشته شد، قصه فهمیدیم کامل. حالا چیکار کنیم؟ بعضی میگن حالا بشین تو خونت گریه کن فقط. خاطر کی؟ من این مثال براتون ذکر کنم، بحثمو جمع کنم. صلوات قد کنید. یه مادر هست بچه‌شو خیلی دوست داره، یه وقت بهش میگن آقا بچت به قول ما اختطاف شد، گرفتن بردنش، دزدیدنش. خب چیکار میکنه مادر؟ اول گریه میکنه، داد فریاد، ها میگه کی بردش؟ سوال میکنه اول کی بردش؟ میگه قصه این بود. خیلی هم گوش نمیده ها، زود بگید به من. میگه وانتی اومد رنگش جوری بود، تمام. بعد گریه میکنه، بعد میشه تو خونم تو گریه میکنه، میگه باز گریه میکنه، من دی تمام. بعضی میگن فقط گریه کن. بعد چی؟ بیا بلند شو، برو دنبال بچت بگرد، از اون مرکز، از این مرکز سوال کن. فوری حرکت میکنه میره. کی این کارو کرده؟ دقیقا ما همینه قصه‌مون. غصب خلافت شد، ظلم به اهل بیت شد، سقیفه تشکیل دادن، امام حسن مظلوم شد، حمله کردن به خانه فاطمه، حسین شهید کردن، گریه میکنیم. بعد میگیم آقا پس تموم شد، گریه کردیم، بشی جای خودت. نه آقا تازه اول کاره. این الحسن، امام حسن چی شد قصهش؟ این الحسین، این ابن الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، این السبیل. بیم دنبالش. منطقیه ها، کاملا منطقیه. لذا اونایی که میگن بعد از عاشورا و گریه دیگه چیزی نیست ورای این شعاره، بی خود میگن. این شعار برای حرکته، برای که حرکتت بده. ما از امشب بایستی فکری موضوع باشیم، زینبی بشیم. یه جمله یکی از متفکرین داره، از روشن فکرا، جمله قشنگی، حالا با کار به افکارش زیاد من ندارم، حرفای بی خودی هم زیاد زده ها، منظورم دکتر علی شریعتیه، خیلی حرفای بی خود زده، حرفای قشنگ هم زده، چون جامعه شناس بوده، علم اجتماع خونده بوده، اسلام شناس نبوده. یه جمله میگه، جملهش قشنگه، میگه آنهایی که مردند کار حسینی کردن، یعنی که شهید شدن کار چی کردن؟ حسینی. اونهایی که مونده‌اند، یعنی که هستن الان، کاری زینبی کنن و الا یزیدیان. قشنگه ها، سه تا گذاشته راه، یا حسینی یا زینبی یا چی؟ یزیدی. دیگه چهارمی نداره. پس اگر شما زینبی نشدید، خط زینب نرفتید جلو، در مقابل ظلم نایستادی، مبارزه نکردی، خود زینب معروفه دیگه، حمایت از امام زمانت نکردی مثل زینب که حمایت از امام زین العابدین کرد، مواجهه ظلم نکردی، تو قیامت دنیا و آخرت جز مجموعه کی هستی؟ یزید. یه واقعیتیه. پس اونایی که میگن تمام دیگه کار تمام شد و باید گریه کنیم و اشک بریزیم و قمه بزنیم و داد بزنیم و فریاد و انواع شعارات به کار بیاندازیم، چیز دیگه مربوط به ما نیست. ما کار دیگه نه به غزه داریم نه به آینده داریم. چرا به ما داره؟ این خود خدا درست میکنه. این جزء مجموعه یزید هست، بخواد یا نخواد. باید یک مقدار فکری بکنه با حال خودش. امیدوارم انشالله ما را جزء مجموعه زینبی کنه و انشالله این خط رو همچنان
ادامه میدیم با حضور در راهپیمایی 40. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.